شباب هستم از ولایت پنجشیر از افغانستان. تقریبا مدت 25 سال میشه مصروف صنعتکاری هستم، آواز میخوانم و همین مقدار همین طول زمان میشه که در آلمان زندگی میکنم. ولی نظر به تحولاتی که در افغانستان صورت گرفت در آلمان زندگی میکنم و مصروف اینمی صنعتکاری و موسیقی هستم. آوازخوان، آهنگساز. خب اکثرا آهنگایی که البته سرودیم خودم ساختیم و خوشبخت به این هستم همین سرودی را که حالا میشنوین در بک‌گراند همیشه با این سرود مردم تاجیکستان و مردم کسای فارسی زبانایی که در این جغرافیا زندگی میکنن مرا میشناسن، ولی حضور فیزیکی من صرف آواز من میشناسن. خب فکر میکنم که از کلیپ ها و از این چیزا شما را بسیار خوب میشناسن، چون با چند نفر از هنرمندان ما هم دویت اجرا کردین. بله. انتخاب چه صورت میگیرد؟ کی رو انتخاب میکند؟ کی اول پیشنهاد کردم کاری رو؟ خب انتخاب نیست که باید پیشنهاد کنه. طبعا یک انسانایی که دیگر میبینن طبعا اما احساس یا برخورد یک صورت میگیره، هر کدام لازم ملزومه که دیگه قرار میگیره. خب یعنی از این یعنی از یک بود بگیم که اینجا خدای ناخواسته برتری طلبی نیست که باید یک کسی بسیار، ما همه یکی دیگر احترام میگذاریم و یکی دیگه از یکی دیگه کده برتر هستیم، به این معنا که ما احترام میکنیم یکی دیگه. خدا اما احساس متقابله بوده که ما انتخاب کردیم یکی دیگه و اینجا هیچ معامله پولی و چیزا نیست. نه بسیار خوب هم گفتین در مورد یعنی آوازخوانی و در مورد همکاری ها. و بیاید سوال دیگر این است که من فضای عمومی هنر و صنعت شما چه خیلی شرم میدید؟ آیا حوادثی که در گوشه و کنارهای گوناگون دنیا رخ میدهند البته با آوازخوان یک تاثیری خوب میگذارن خیلی نه؟ طبعا زندگی روزمره تاثیر بسیار بزرگی یافته. ببخشید تأثیر خود داره. همین زندگی است که ما را احساس میده و تحولاتی است که ما نظر به او انگیزه میگیریم. اما هنرمندی که مطالعه داره از تاریخ خود، از فرهنگ خود یا امو تحولاتی که در اون محیط یا محترش صورت میگیره طبعا تاثیر داره سر کارش و اون نظر به سلیقه هر هنرمند فرق میکنه. آقای سیدی بله. خب ببینین من شما با آوازخوانای ما یعنی آشنایی بیشتر داشتین، نه آشنایی زیادتر داشتین، اما از با کرامت الله و خرما شیرین و این چیزا یعنی که چند سال از آشنایی دارین، چی برتری را، چی پیشروی را، چی دیگرگونی را شما احساس میکنین؟ خب هر جنریشنی که میاد یا هر زمانی که شما میبینین بعد از یک دهه یا دو دهه تحولات همون یک جزء طبیعی زندگی است که تغییرات و تحولات خود داره. چی او زمان و چی زمان. ما بسیار خورد بودم که مرحوم کرامت الله عزیزم شناخته می آمده بودن به افغانستان برای خرما شیرین و موضوع عکس هم دارم، اگر باز دور بته برای عکس بر شما نشان میتونم. طبعا اونا همو بزرگی خود داشتن، همو کارهای خود داشتن که تاثیر اونمو کارهای همو بزرگاست که امروز مایان یا همین جنریشنی که بس پیش میریم. ما شناختم رای هنرمندای عزیز بسیار خوب تاجیکستان همون زمان هم داشتیم و حال هم همراه هم عزیزایی که دیگه هستن صنعتکار هستن، همراه مبارز عزیز، همراه جونی بیگ عزیز، خانم زلیخا، مهرنگار، همراه سفر محمد، ولی جان، هم عزیز، هم عزیزایی که ذکرالله عزیز، ظفرشاه دیدم یک روز پیشتر، یعنی همیشه میشناسیم ولی بسیار نزدیک هستم. همراه مبارز جان، همراه سفر محمد جان، مهرنگار جان، رستم، همراه خانم زلیخا، ولی جان و جانی بیگ ما همیشه میبینیم و همیشه مکالمه داریم و گپ میزنیم سر کار. بهتره. لیکن موضوع همین بازخوانی سرودهای آوازخوانی افغانستانی و تاجیکستانی همیشه مطرح بود، همیشه بعضا بحثا هم سر این چیز به میان اومده بود. و من نظرتون چی است؟ چی ضرورت است با بازخوانی سرود یک نفر؟ ما اول خب یک صنعتکار ما امو پرنسیپ یا کار یا سلیقه کار خودم این است که کوشش کنیم که آهنگ جدید، کمپوز جدید برای مخلصای خود یا برای فنای خود بتون. ولی یک کار دیگه هم هست که پر مثال این جزء کار ما است. پر مثال آهنگایی که تو تقریبا 60 سال 70 سال پیش خوانده شده، این آهنگا باید سینه به سینه انتقال کنه برای نسل دیگه، ولی اون آهنگا مردن بمونه. اگر اون آهنگا زنده میشن دوباره بازخوانی میشن و امتیاز از او بر از مو شخص یا بر از مو نفر داده میشه، از یاد از میشه، بالاخره دوباره زنده میشه برای یک نسل دیگه. این به نظر من کار بهتر است. ولی صنعتکارا نباید به این اتکا کنن که دیگه همیشه باید آهنگ
دیگر بازخوانی کنن. اقلا از خود هم باید آهنگ داشته باشن، آهنگ سرودای شعرهای نو، سرودای نو، موسیقی نو که تو باز اگر همیشه شما بتونید که آهنگا رو بازخوانی کنید، باز اگر رقم و فکر ما آقای سیدی تنبل میسازن. خب ببینید شما با آوازخوانی خوبی ما آشنایی دارین و پوشیده نیست که اکثریت اونها متنای بسیار ساده و سبکک انتخاب میکنن و میگن که بخیرم شنونده همین چیز رو تست قبول میکنن. نظر شما با انتخاب متن چگونه است؟ آیا همین گونه اندیشه داشتن بعضی سراینده ها یک اندازه زیر شبهه بردن دانش مخلصان است؟ خب این مستقیم تاثیر داره سر زبان، سر ادبیات که چقدر اینا در رابطه با ادبیات و زبان خود اینا مطالعه دارن، میفهمن از ادبیات خود. به نظر من آقای سعیدی خود شعر بدنه روح یک آهنگ است. شما مثل از که شما یک بوت میسازین و او روح نداره، شعر به معنی است که روح میتونه همون بوت یا همون ساختاری که شما زور کردین. و شخصا برای خود من تکست یا شعر آهنگ، تاجیکستانی های ما خود آهنگ شعر میگن، ولی ما افغانستانی هم شعر که همون تکست یا سخنایی را که نشته میکنیم را شعر میگیم. برای من بسیار مهم است که شعر باید انتخاب قوی باشه، در سخنهای بسیار بلند باشه که آهنگ ماندگار شود. از قلمکشوی ما، از شاعرای ما هم چیزی رو انتخاب کردیم؟ ما یک آهنگ، یک سروده از ما مبارزان ننقریب میخوانیم، یک کمی سرود شادتر از به نبزمی زمان. آقای آرزو بر ما شعر و تکست ما آهنگ بر ما دختر سردار همین؟ نه یا آهنگ سروده است که ما رو تابال به بازار آنلاین نساختیم، هنوز خلاص نشده. و ما سرود یک شعر از محترم لایق شیرالی، مرحوم لایق شیرالی رو خواندیم. میتونین ولی زمزمه کنین چیزی برای ما؟ فکر میکنم که اگر ما اشتباه نکرده باشم اون زمان دمو وقتی که من سرچ کردم اون شعر از محترم لایق شیرالی بود، زمانی که جنگ های داخلی هم در داخل تاجیکستان بود و هم در افغانستان، همین آجیریاناتی که جبران داشت که میگن ای هموطنان خاک وطنم زمرد بیدار شده است. یا آهنگ اصلا از سید قل مبارک است. باسی آهنگ وقت والده من میشنوید در دوران تقریبا 24 سال 25 سال پیشتر در تاجیکستان بودن. بازی آهنگ برای ما دادن، همون آهنگ با نبض زندگی افغانستان بسیار تا فعلا مطابقت داره. هر حالتی که امروز در افغانستان صورت میگیره حتما و آهنگ میمونن. میتونین چیزی برای ما اجرا کنین زنده؟ مثال چی میخواین که اجرا کنین؟ هر چی که دلتون خواست مرحبا. چرا نه؟ همین سرود چیزا میخوانم برای شما. همین سرود بسیار مشهور که همیشه به اصطلاح چی میگه، پاسپورت یا ویزی ما در داخل تاجیکستان آسیا میانه. در باغ مخرامید آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده، دامن کشانم میرفت گلها را چیده چیده، گلها را چیده چیده، من نیز در قفایش رفتم چنان دویده، رفتم چنان دویده، در باغ مخرامید آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده. من کمک از نوت پایان خواندم. خوب شنونده عزیز، صدیق شباب مهمانی ما هستند در رادیو از پلوس. مستقیما صحبت داریم. اگر کدام سوال دارین، کدام پرسش دارین، اگر کدام معامله‌های پولی داشتین، مرامت زنگ بزنید. 44 6 107 107 این تلفن ما است و اگر میخواید در تلگرام بنویسین 88 4 تا 0107. خب برای چند سوال اومد تشکر میگم و من البته با مهمانی برنامه پیشنهاد میکنم. خب شما طوری که از حالنامه‌تون با خبر شدم اینه که در سایه نظامی تحصیل کردین. از کجا فهمیدین آقای جلیلو؟ هیچ خواهشی با اون سایه رفتن نبود یا اصلا؟ پدرم نظامی بود. یک چیز معمول بود در افغانستان، باید پدر همیشه باید رشته پدر انتخاب کنیم. ما در یک فامیل نظامی کلی ما کلان شدیم، از برادر کلان گرفته، از پدر گرفته کلی نظامی بودیم. ولی نظامی باز هنر دو چیز بسیار، دو پدیده بسیار متفاوت. ولی تو باید پرفورم که یک نظامی تو میتونه میخواد. اینه باید نشان بده که یک نظامی هم میتونه بخونه. واقعا هم این طور هست و فکر میکنم که موسیقی هم در سایه نظامی هم بسیار مهم است. در همه ارتش‌ها هستن که این چیزای موسیقی و آهنگ و چیزا هستن. واقعا قبلا معذرت میخوام که من در فکر آقای سعیدی افتیدم بشه آقای جلیل.
هیچ مشکل نیست، اصلا مشکل نیست. خب بیایم در مورد آهنگ و ترانه ها صحبت کنیم و از آهنگ مثلا از سرودهای تاجیکی کدام بیشتر، کدام اسلوب بیشتر برای شما پسند است؟ هنرمندی یا آوازخوانی کی را بیشتر گوش میکنین مثلا؟ همش خوشم میاد. باور با اینا بدون تظاهر میگم، هم اصطلاح خوشم میاد، هر کدام در بخش خود. آهنگای فولکلور تاجیکستانی، آهنگای مدرن که امروز خوانده میشه، همش بر من است. جدی میگم. گوش میکنید؟ گوش میکنم. خب و ببینین سوال دیگر وابسته خواهد بود با اینکه سمت دیگر، اینکه چند ترانه را یک جای اجرا کردین و ولی نقشه هست که با کدام از سراینده‌های دیگر ما میگن سرودها را اجرا کنیم؟ نقشه است که همین آهنگ نوروز که ما و خانم زلیخا خواندیم، ایره تصویر سازی کنه که من حیث یک آهنگ تاریخی بونه برای همین جغرافیایی که خصوصا کشورهایی که نوروز تجلیل میکنن، ما بتونیم تمام تاریخ و داستانی که در رابطه با نوروز است ایره به تصویر بکشانیم. یک آهنگی که هر سال در نوروز پخش شود، من حیث یک سرود نوروزی قبول شود. این شما نیت دارید که با این آهنگ یک چند نوروز گذرانیم؟ خب او را ببینیم که چی میشه، او را بعداً زمان خودش تعیین میکنه. یک جا گفتین که اولین سرودتون در کاخ باربد سرودین، باید هستی چی سرود بود و چی محفل بود اونجا؟ ما بسیار خرد بودم آقای جلوف که ما آمدیم از طرف دولت همون وقت، همون زمان همون دولتی که در اون زمان بود. البته وزارت فرهنگ تاجیکستان 6 ماه از افغانستان این طرف دعوت میکرد، به این طرف دعوت میکرد، باز 6 ماه ما از همون آرتیست‌ها یا صنعتکارای تاجیکستان که اون وقت همون زمان بسیار مشهور بودن دعوت میکردیم برای افغانستان. ما فکر میکنم 16 سال داشتم. 16 سال. ما اولین سرود در کاخ باربد خوندم و او آهنگ یک آهنگ اصلا همون زمان ملودی عربی است. خوب. و او آهنگ ما در اونجا خواندم. یادتون است؟ کم کم. خوب. در دل امید انتظاره، گفتم میایی تا بهاره، چشم انتظار دل بیقرار تا از سفر آیی، چشم انتظار دل بیقرار تا از سفر آیی. یک ریتم بیبرچار داشت، اون تو ملودی خود ملودی اما وقت آهنگ عربی بسیار مشهور بود، ما ایران به فارسی البته خوانده بودیم. بله. خب شنونده عزیز، اگر با صدیق شباب مثلی که چند نفر سوال‌های خود را نوشتن کدام یک مسئله پولی خونه است؟ نه. ببینید این مسئله وای است. آهنگ ها مثلا هنرمندان ما از شما آهنگ هم درخواست میکنن. میدونم که اکثریت اونها مثلا آوازخوانی خوب هستند لیکن خودشون آهنگ ایجاد نمیکنن. بود حالتایی که از شما آهنگ درخواست کردن، خواهش کردن؟ تا به حال خود تو نبوده که کدام کس مستقیم برای ما گفته باشه، ولی پیشنهاد ازی که ما دویت بخوانیم درو هسته. یک آهنگ دیگه تازه داریم همراه آقای مبارز عزیز، یک آهنگ سابقه از خودم است که او را آقای جانیبک بسیار خوش داشت، بسیار دوست داشت. همون زمان هم یک اجرا داشت از آهنگ، او را آقای جانیبک پیشنهاد کرد که اگر دوباره پس بازخوانی کنیم و من خودم علاقه دارم که آهنگ بسیار مشهور است، یکی از آهنگای بسیار مشهور است که همیال هم شما اگر در تیک تاک ها یا ببینید همیشه ویرل میشه و او را پست میکنن. یک آهنگ به طرز قرصک پنشیر است. تو در روسی مده خانه باشم، عاشق دختر خانه باشم. خب این آهنگ است و خیلی این بسیار مشهور هم هست. خب بیاید اگر برگردیم سر زندگی ملکی شما و خیلی ببینین زمانی که خوب بود وطن شما مثلا هر سال می اومدین نه بفکرم و حالی چه حال هوا دارین؟ حالی برادر و خواهر کجا هستن و اصلا پشت کدام کار هستن؟ خب از ما همه فامیل، خب پدر مادر خداوند اونا رو رحمت کنه، اونا گذشتن. از ما همه فامیل از افغانستان برآمدن، کلی در خارج زندگی میکنن. سرم فامیل ما در اروپا است، در بلژیم هستن، البته در کشورهای اروپایی، یک قسمت هم به امریکا هستن. و من خودم هم تقریبا مدت 29 سال از سال 1995 به طرف در آلمان زندگی میکنم. یک اولین دفعه که به تاجیکستان آمدم سالهای 1991 بود، رو وقت گفتم بسیار خرد بودم. دیگه دفعه دوم که آمدم در سال 2014 آمدم که همین سرودی که شما به اصطلاح چه میگه ویزه یا تذکره و هویت مصدری جغرافیا برای ما در وقت اواردشوی جلو که بود بهترین سرود شرق دادن، همون بله جایزه بهترین سرود شرق دادن. بعد از 2014 در 2000 آخر 2022 دیگه تقریبا تا همین لحظه که مرا میبینید 4-5 دفعه است که ما میایم و بسیار تاجیکستان از زیبایی افتم، بسیار نقض افتم و افتخار میکنم که
همزبانای ما یا همسایه بسیار تاریخی ما به یک پیشرفت و یک دستاورد امروز پیش میرن و مثل گفته آهنگ مبارز عزیز تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش. خب ببینین عموما با مسائل سیاسی توجه دارین؟ مثلا برای شما مهم هست که مثلا پرزیدنت آمریکا کی انتخاب میشه؟ برای شما مهم است که در غزه چی میگذارد؟ شخصا برای من خودم یک هنرمند باید وقتی که سیاست زمان نفهمه چطور میدانه امو حقیقت‌های جامعه خود یا حقیقت‌هایی که میگذره او را برملا بسازه انعکاس بده. باید یک هنرمند باید بفهمه، نه ای که مستقیم سیاست در سیاست دخیل باشه، ولی اون وقت باید حقیقت‌های جامعه خود باید انعکاس بده بفهمه. وقتی که ما سیاست نفهمیم، اقتصاد نفهمیم، ما چطور میتونیم بکنیم؟ بله. خب ببینید در بعضی کشورها همین گونه خواندن سرودهای مثلا اقتصادی و اجتماعی با این موضوع ارتباط داشته، حتی سیاسی هم مود است و بچه‌ها میخونن در اینترنت، بعضا در داخل کشور و بعضا بیرون از آن. نگاه شما با این اسلوب سرودخوانی چگونه است؟ خب طبعا باید یک هنرمند نبض زمان، نبض مردم خود بفهمه و با طور انعکاس بده در سرودهای خود. این تاثیرگذار است. شما ببینید یک سرود تاثیرش از 1000 بم اتمی که بالاتر از خوب بم اتمی گفتن میدونم شروع اگه اتم بشه کل ما میمونیم، ولی از صدها مرمی و توپ کرده یک سرود با یک کلیک، خصوصا در این شرایط شما با یک کلیک میتونین که آهنگ برسانین به گوش کلیگی و تاثیراتش مثل یک بم برای میگه. ببینین مثلا ما بعضا رپ سراها را میبینیم که همین گونه بعضی مسائل پیچیده مثلا حتی سیاسی را وارد میکنن با رپشون و چیزی اجرا میکنن، اما اکثرا مثلا آوازخوانای ما را بگیریم اگر همش موضوع عشق و محبت است، آمدم نبودی سوختم کافتم تو مردم از این چیزا خسته نمیشن؟ ما کس را محکوم نمیکنم، بگذارین هر کس علاقمند مخاطب خود داشته باشه. سلیقه هر هنرمند فرق میکنه که چی میته در خور جامعه و در خور مردم خود چی را میته، ولی هر کس مخاطبینش فرق میکنه. آقای جلو خب ببینین سفر هم زیاد کردین، کدام کشور بیشتر به دلتون نزدیک است و در کجا مثلا خاطره های جالب داشتین که میخواستین بازم با اونجا برگردین؟ شما باور کنین همه شاید طرف افریقا قدر نرفته باشم، ولی همه کشورهای همین چند وقت یک مدت پیشتر از نیویورک آمدم، سفر داشتم، برنامه داشتم. هیچ جای را برابر افغانستان و تاجیکستان نقض نمیبینم، خوب نمیبینم. خب یک قدر عاشق تاجیکستان، یک قدر من تاجیکستان صادقانه میگم. وقتی که من تاجیکستان میام فکر میکنم در خانه خود میام و اینا ما تشکر میکنم از تمام مردم تاجیکستان، از رهبری تاجیکستان، به خصوص شخص جناب اولی که امروز مردم افغانستان کمک میکنن من حیث اولاد خود، من حیث همزبان و وطن خودش امروز در پشت مردم افغانستان استاده است. ما بسیار دوست می‌داریم و به اصطلاح چی میگه، به اصطلاح اروپایی میگه الاف دوست می‌دارم. خب ببینین یعنی که هست ترانه شما که تاریخچه بسیار عجیب داشته باشد، یعنی قصه بسیار جالب داشته باشد و تقریبا بعد کدام یک رویداد این ترانه تولید شده باشد، هست این گونه ترانه؟ فکر میکنم که خب آهنگای ما اکثرا ما سرودایی را که انتخاب کردیم او را قضاوت هم میمونیم بر شنونده ها و کسایی که شناخت کامل از ما دارن یا یک شناخت نسبی دارن. من آهنگ خوندم به سرود پارسی است، او را دوستان میتونن که از طریق یوتیوب اودیوش بشنون. گل نیست ما نیست دل ماست پارسی، کو سرود من از یک سرود ملی پارسی زبان ها انتخاب میشه که در هر حلقه فرهنگی که امروز در رابطه به زبان مادری تسجیل میشه، این سرود ما اوجا پلی میشه یا نشر میشه و مردم به پای استاد میشن. که ما سرود یک قسمتش فیلم برداری کردیم، از رودکی بزرگ شروع شده و او امروز تصمیم دارم که با یک آوازخوان تاجیکستانی ایرانی همین جغرافیایی که ما با زبان فارسی مشترک گپ میزنیم اصول دوباره بازخوانی کنیم بخوانم میشه. و آهنگی که در باغ میخرامید گلها را چیده چیده شما شاید دیده باشین یا شنیده باشین که بعد از این بسیار آهنگای دیگه به مو مقام یا به مو طرزی که خوانده شده. من فکر میکنم که یک سلام بسیار ویژه دارم با آقای نوباورف که بسیار دوستی عزیزم است. پیشترم شما یاد کردین که امرای هنرمندو از فکرم رفت که امیدوار هستم که آزرده نشده باشن. اما خودش اقرار کتمی آهنگ که بلال ازارم ساقی مای بیارید، این آهنگ گرفته سوژه گرفته شده از آهنگ گلها را چیده چیده است. خب و چندین آهنگ دیگر که در ازبکستان
در این جغرافیا خوانده شده کلش ناشی از سمی آهنگی را که آقای چاوشی خوانده یا آهنگ از آهنگ مگرتش می برقصا. خب بیا چیزی برای ما اجرا کنیم زنده باز. چی اجرا کنم آقای هر چی که به دلتون نزدیک است، هر چی که می‌خواستین. یک چیز شما انتخاب کنین من بفرمایید. دل ما که اکنون چیزی که از یگان بار نسرودین، بالاتر گفتین که از یک ترانه دارین که از نشر نشده است و مردم نمی‌دونن. آهنگ کمک آهنگ استیل مدرن تر است و مشکل است که ما وجه اجرا کنیم. خیلی امی آهنگ چیز میخوانم یا آهنگ را که دوباره بازخوانی میخوایم امروز آهنگای کمی شادتر است که شنونده ها خسته نشن. مرحمت. تو دورسی مد خانه باشم عاشق دختر خانه باشم عاشق دختر خانه باشم تو دورسی مد خانه باشم عاشق دختر خانه باشم عاشق دختر خانه باشم برقه از جبر زمان از بسرش دخترک میره عقل با پدرش دخترک میره عقل با پدرش جام زیب است دلم میخردش که شوم صدقه بروی مال سرش که شوم صدقه بروی مال سرش لب سرده و مدیده باشم عاشق دختر خانه باشم عاشق دختر خانه باشم. بهترین معذرت میخوایم که کمی آوازم گرفته است. بیام در گل صبح آقای جلو. اصلا برای آوازتون کدام یک تصمیم ها را یا پیش دکتر میروین نمیدونم یا کدام یک چیز مخصوص استعمال نه مو اگون صبحانه که تمرین اگون آواز میکشی گپای من اکسی را براتون میگم. یک روز من در دکترخانه بودم و یک از اتاق دیگر که همون جای دکتری گلو بود یک آوازخوان ما بیرون شد، نامش نمیگم به خاطر که او قدر معروف نیست، لیکن همون دکتر بعد سلام علیک کردیم گفت که همین آوازخوان هر هفته 2 بار نزد من میاد، گفت گلوش تازه میکنم، یعنی کیم کدام یک مایع میدیم کدام یک دارو میدیم و من راستی حیران شدم. ببینین از کدام سراینده میپرسم میگن اصلا من این کارو نمیکنم. نه خب نگاه کردن آواز بس درست است، باید آدم احتیاط کنه، دخانیات، سیگرت، دودباب یا را باید زیاد نکشه آدم و خصوص الکل با نگیره. این تاثیر داره خواهی نخواهی. نه من برای چی گفتم؟ برای اون گفتم که مثلا اگر آواز خود داد باشد به دکتر و به این چیزم مشهور شدن ممکن است. خب خیر باشه. من همه آوازخوان در نظر دارم که هرچند که هر هفته 2 بار نزد دکتر میرفته ولی هیچ مشهور نشده است. ولی خب آقای صدیق در کشور ما از هموطنان شما خیلی زیاد زندگی میکنن. بله. شما با اونا رفت آمد دارین؟ هر وقتی که میایین با کدام از اونا صحبت میکنین یا چه خیلی؟ میبینم اکثرا در شهر گشت و گذار میکنیم، میبینیم اونا را. اونا شما را میشناسن؟ خب اگر نشناسن هم یک سلام میکنن، مهربانی طبعا. ما اگر اونا نکنن من خودم مهربان هستم. چه خیلی اونا را میشناسین شما؟ برای که اونا دیگه خب حتما میبینید وقتی که شما دو فرکانس چشم که میبینین با یکی دیگه میبینن اما مستقیم میفهمین که یک کسی هست که تو را میشناسه یا یک نسبت به شما داره. و اکثرا در شهر وحدت زندگی میکنم. من تصمیم دارم که همیشه تصمیم میگیرم که یک بار برم اونجا ببینم، از نزدیک پرسان کنم، ولی تا چیزی که توانم بهترین کار است. زیرا که ما یک سلسله برنامه داشتیم به قریبی برای مهاجران افغانستانی و من یک چند بار وحدت رفتم و با چندین نفر اینا صحبت کردم. اونا مکتب میخونن، درس دارن و یک جایی که اونجا هنر میآموزند. خاصه زندگی اینکه چی زندگی خوب دارند، فکر میکنم که زندگی بد نیست. به هر صورت فضای آرام و آسوده و برای پیشرفتشون هم امکانیت ها در شهر وحدت هست و ما یک 10-12 برنامه براشون ساختیم. بسیار کار عالی. خب ما در مورد قریب که همه چی گفتیم و شما که شما اون سوالی که شنونده ما نوشت در مورد عائله خودتون اصلا نمیخواید صحبت کنید. این موضوعی است که قدر خوش نداریم. یک چیز معمول است. خب عروسی کردیم آقای جلیلوف، فرزنده هستن، بزرگ شدن هستن، هر کس مصروف زندگی خود است. دیگه چی بگم؟ در خانواده با کدام زبان صحبت میکنید؟ همین آوازخوانا رو که شما در رابطه با عائله‌اش پرسان میکنه کمک دوام میشه بگم. اصلا شنونده ما میدونن چی سوال بدین که بله. آوازخوان با فکر و با فکر شما با فکرم حادثات که رخ داده. بله. اصلا زبان گفتگو در عائلتون کدام زبان؟ آلمانی؟ خب طفلات اکثرا در محیط خانه و میاشن محیط بیرون میباشن همون زبان آلمانی ها که تموش کشوری که ما زندگی میکنیم، ولی در خانه همون کلی فارسی گپ میزنیم. فارسی حرف بله. خب با زبان مادری خود بفهمم باید. بله. با دیگه زبان هم سرود خوندین؟ با پشتو با دیگه زبان هم خوندین سرود؟ امی اکثر نهانگای بسیار دیگه هم که بسیار مشهور است هم با زبان پشتو است. من در افغانستان با زبان پشتو میخوانم
بسیار آهنگای مشهوری است که تا امروز روز در هر محفل عروسی به خصوص یک سروده که ما در رابطه با زبان پرسی و زبان پرسی داریم و آهسته برو میگم، زمان که عروس و داماد میان آهسته برو یک سرود از میخونه، ولی بشنویم کوتاهک یک سرود است که همیشه وقتی که زمان که عروس داماد داخل چیز میشه بوزونه میگن آهسته برو رو بخونم. آهسته برو مثل یار یار تاجیکی. این قافله عمر عجب میگذرد، آهسته برو ماه من، آهسته برو دریاب دمه که با طرف میگذرد، آهسته برو ماه من، آهسته برو. باز همی خیلی همی 4 بند گرفتم میشه، همی سرود خوانده میشه. باز من عین به اصطلاح پشتو زبانهای وطن ما آهنگ دیگر با زبان پشتو خواندم که میگم پا بسم الله قدم را واخل شایسته نبکی و پشت نبکی حالات ملش. پا بسم الله قدم را واخل شایسته نبکی و پشت نبکی حالات ملش. بازمی بهترین زنده باشید. خب ببینید در آهنگ اولی که اجرا کردین یک اندازه تاثیری آهنگای هندی هم هست. به نظر شما مثلا ما بعضی هنرمندای سن سالی بزرگتر داریم که اصلا اونا خوش ندارن که مثلا با موسیقی صرف ملی تاجیکی مثلا همین بعضی ناله های هندی و مثلا دیگر چیز آمیخته شود. نظر شما چی است؟ ببینین آقا جلوف، خود همین شما تاریخ این جغرافیا را اگر شما بخونید، اگر ما از قاشقر شروع کنیم می خط ابر شما اگر ما ببینیم تا به شمال هند میرسه، در اینجا شما تاریخ ارزی اگر دوستان مطالعه داشته باشن، اگر من هم بقدر به او اندازه نی ولی نسبی معلوماتی که دارم در اینجا همیشه شما اگر ببینید ملودی ها و سروده هایی که سروده شده کلی یک شباهت و نزدیکی داره، خصوصا آلات موسیقی همون زمانوی که تا فعلا وجود داره. کلی شما ببینین در از همی قاشقر شروع شده تا از پامیر بدخشان همی تو میریم به طرف شمال هندوستان، ببینین یک ملودی یک شباهت نسبی هست. او حتما یک حالی توله یا فلوتی که امروز میگیم نواخته شده. در افغانستان زمان امیر شیر علی خان، زمانی که همی گروپ های موسیقی را از طرف هندوستان آوردن بر افغانستان، طبعا همون موسیقی کلاسیک هندی تاثیرات خود داشته و داره. به خصوص بخش سینمای هندوستان تاثیرات خود بسیار به خصوص خود در جغرافی طرف آسیای مرکزی داشته. به خصوص افغانستان ما تحت تاثیر یک چیز بسیار واقعی است که تحت تاثیر زی بودیم. یا زمان شاهان افغانستان که اینا همون استادای موسیقی را که از هندوستان آوردن در منطقه که به نام کوچه خرابات امروز نامیده میشه، در روی جای باشاشتن اینا خوندن هم تاثیرات خود داشتن. ولی خواهی نخواهی یک کمی وقتی که شما یک سرود میخوانید به مشکل آواز یا رنگ آواز موسیقی به اون طرف میره. ولی ما حسن موسیقی اصیلی سرزمینی که داریم که به نام موسیقی خراسانی است. خب اما موسیقی خراسانی که می بخش آهنگ گلها را چیده چیده هم اینمی یکی از امور رنگ های موسیقی است. بله. خب بیاید در مورد عموما افغانستان صحبت میکنیم. ببینید اونجا مردم زیادی هنرمند و ایجادکاری هستند که اونجا هستند. یعنی اونا باید چرا انتظار شوند، چیکار باید کنن، چی میشود قسمت اونا، مخصوصا اونایی که همکسبای شما هستند، آهنگساز هستند، آوازخوان هستند، هنرمندی خوب هستند، چرا باید انتظار شوند؟ بدبختانه که امروز تحولی که در افغانستان صورت گرفته شما میبینید همه سلوله‌های زندگی در اونجا بسته است. نه تنها موسیقی و فرهنگ و صنعتکاری، بلکه تماما زاویه های زندگی در اونجا بسته شده. هنرمندایی که در داخل هستن اکثرا از افغانستان برآمدن، مهاجر شدن به یک ملتی که واقعا در طول 4-5 دهه هویتش مهاجرت است. هویتش به مهاجرت چی شده؟ حق شده. وقتی که شما از نام از افغانستانی میگیرین، فکر شما فوکس میکنید مستقیم که حتما در یک کشور یا در منطقه مهاجر است یا رفته پناهنده شده. و اکثرا نوازنده های یا ایجادکارایی که در داخل افغانستان هستن امروز رفتن به کسب کار دیگه مشغول شدن که همون سیستم یا همون دولت اونا رو نبینه. همه چیز سر از اونها بند است. ولی اکثرا هنرمندان امروز برآمدن در امریکا هستن یا در کشورهای اروپایی هستن یا در چهار اطراف
کشورهای همسایه اکثرا در تاجیکستان هستن میبینم دیگه اون کسایی که در داخل افغانستان همه امروز نه افکار فعالیت موسیقی ندارن. خب به نظر خودتون بهترین دوره‌ای که من میشود گفت که دوره طلایی افغانستان است کدام وقت بود به نظر شما ببینید هر کس نظر به سن و سال نظر به زمانش به نظر ما بهترین طلایی را زمان همون دوره به اصطلاح چی میگن شوروی سابقی که در افغانستان هم سیستمی بود، چون ما پروریده همون زمان هستیم. از همون زمان ما باید تشکر کنیم از همون وقت، از همون مردم دارایی که هم دولت دارایی که برای ما زمینه مساعد ساختن. ما بهترین دوره را از همون سالا مسائل سیاسیش هم میمانیم که چی جریان داشت. طبعا جنگ بوده و جزئیات جنگش ما به تلخی البته همیشه در حلق ما به کلوله تلخی یک لقمه تلخ بر حساب ایجاد میکنه، ولی زوایای مثبت از او که ما همه شرایط داشتیم، سینما داشتیم، ایجادگری داشتیم، هنرمند داشتیم، صنعتکار داشتیم. به اصطلاح تاجیکستانیای ما بهترین دوره طلایی ما تا سال واقعا تا سال 92 بوده. و این دوره جمهوریتی که بعد از سال تحول سال 2021 آمد هم یک دوره بوده، ولی به نظر من طلایی ترین دوره همون دوره بوده که ما بودیم. بله. یعنی دورانی که ما بسیار نوجوان بودیم. بله. امید هست که یک روز همش خوب می شود؟ امید است که یک روز همش مثل یک خواب اینا فراموش میشن و بهترین لحظات به فرا میرسن؟ امید است؟ هیچ امکان نداره. حتما پشت یک روشنی تاریکی از پشت یک تاریکی حتما یک شب سحر میشه. خب زنده باشین. چه نقشه‌های جالب دارین در تاجیکستان، در آلمان؟ در آلمان که غیر از آوازخوانی به کارهای دیگه مشغول نیستید؟ ما خب امی شخصی کار میکنم، امی کار هنرم هم که هست جز امو مارکت شخصی خودم است که به اصطلاح از این مالیه میتونم کار میکنم پیدا میکنم. و ما یک کافی شاپ بسیار خوب دارم که اگه بخیر آمدی به طرف آلمان حتما شیرینی‌ها و کرونزهای بسیار و کافی‌های بسیار مزه‌دار خدمت شما. خب ما میفهمیدیم که شما این گونه قهوه‌خانه هم دارین. وقتی که برای شما قهوه آوردن کوشش می‌کردیم که از جای دیگه بیارن، قهوه بهتر بیارن. نه ما این قهوه بهتر بوده. نقص می‌بینم. زنده باشین. بسیار نقص می‌بینم. من برای شما محبت و صمیمیت و اینی که با این چیز قائل هستم. به هر صورت اینی که نسبت به تاجیکستان یک اینی که نظر نیکم دارین و وطن ماست. واقعا وطن ماست. و این چیزی بسیار مهم است. از قهوه دیگه مهمتر همین است دیگه. فکر می‌کنم که تاجیکستان ما بیت فکر می‌کنم من رفتم به سر قبر رودکی بزرگ. صادقانه میگم من فکر کردم که 1000 سال پیش من اینجا تولد شدم. فکر کردم که امروز در قری در پنجشیر هستم، اگرچه ما در پنجشیر نبودیم، بسیار یک دو دفعه رفتیم. ما فکر کردم همون مردما با اون موسیقی پوش در مامو چکمانی با مو توقینی که در سرشون است، فکر میکنم یک مامای مادر من همیشه از پنجشیر میومد. یک شب اموجا احساس میکردیم که می قوارش فکس با مو آدم میمونه. ما احساس کردیم که 1000 سال پیش تولد شدیم. تاجیکستان دوست می‌دارم، تاجیکستان با پیش. زنده باشین. ما نیز برای شما موفقیت آرزو می‌کنیم. خدا کنه که شما همیشه خود رو در تاجیکستان مثل وطن خودتون بسیار راحت احساس کنین. خدا کنه که آن سوی آمو هم تنجی و آرامی باشد و مردم تانند که ایجاد کنند، آفرند، آواز بخوانند، یعنی صداشون رو بلندتر کنند. یک روز میرسد، یک روز میرسد. حتما. سپاس برای شما. خب و اگر کدام یک حرف دیگری گفتنی برای مخلصان دارین مرحمت؟ مخلصان من هر جایی که هستم جور و صحت سلامت باشن. تشکر میکنم. رحمت کلا نزدیک مرا میشنون، نزدیک مرا قبول میکنن و من تشکر میکنم از تمام مردم عزیز تاجیکستان، از محبتشان، از صمیمیتشان. زنده باشین. خب شنوندگان عزیز، در صحبت ما بودن مستقیما تا یک ساعت صدیق شباب، آوازخوان بسیار خوب و معلوم و مشهور و معروف